بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام دوستان. ثروت به چه معنا بود؟ 7 مورد کنار هم میشد ثروت: آزادی مالی، آزادی زمانی، آزادی مکانی، رابطه عالی با خانواده، رابطه عالی با اجتماع، سلامتی و معنویت. حالا ما میخوایم فرکانس ثروت ارسال کنیم. بحث پول نیست دوستان، بحث همون 7 گزینه کنار همه. ما میخوایم همه چی رو با هم به دست بیاریم، مثل بقیه نباشیم. یا پول به دست آورده رابطه عالی با خانواده نداره، رابطه خوب داره پول نداره، داره عذاب میکشه، یا بیماره یا گرفتاره، یا رابطه خوبی با جامعه نداره، یا آزادی زمانی و مکانی نداره. ثروت داره، خیلی هم ثروت زیاد داره، آزادی زمانی و مکانی نداره. یعنی هر لحظه میبایستی ایشون سر کارش باشه، این آزادی ها رو نداره. ما میخوایم همه اینها رو کنار هم داشته باشیم. برای ارسال فرکانس ثروت باید چه کنیم؟ اول نباید ها رو باید انجام بدیم. یعنی یه سری کارها رو نباید انجام بدیم، یعنی هیچ عملیاتی قرار نیست انجام بدیم. یه سری کارهاست که نباید انجام بدیم. یعنی در مورد فقر نباید صحبت کنیم، در مورد بیماری نباید صحبت کنیم، درباره محدودیت نباید صحبت کنیم، در مورد کمبود نباید صحبت کنیم، در مورد خبرهای بد نباید صحبت کنیم. مثل اینکه نباید مثلا تلویزیون نگاه کنیم قسمت خبراشو، چون در مورد چی صحبت میکنه؟ کمبود کار برای مردم، زلزله، گرفتاری، بیماری، بدبختی، اقتصاد ضعیف. در مورد اینا میخواد صحبت کنه دیگه. اینا جمعاً میشه کمبود، نباید در موردش صحبت کنیم. نباید ما چیزهایی رو ببینیم که ناخواسته ماه. خواسته ما ثروته، پس فقر ناخواسته ماه، نبودن شغل ناخواسته ماه، ما نباید در موردش صحبت کنیم. بیماری ناخواسته ماه، ما نباید در مورد بیماری صحبت کنیم. چون 7 گزینه گفتیم سلامتی، یعنی ما فقط باید در مورد سلامت. یعنی چی؟ یعنی شکرگزاری کنم خدای دست سلامتی دارم، خدای شکرت بدن سلامت، قلب سلامتی دارم، خدای شکرت مثلا کلیه سلامتی دارم، پاهم سلامته. یعنی ما میبایستی فقط و فقط در مورد خواسته هامون صحبت کنیم. یعنی در مورد فراوانی، ثروت، نعمت، عرض به حضورتون که رابطه های عالی، چیزهای خوب ببینیم، در مورد مسائل خوب صحبت کنیم، در مورد سفر صحبت کنیم، در مورد عشق، علاقه صحبت کنیم. ببینید در اولین قسمت ما میبایستی نباید ها رو ایجاد کنیم، یعنی اصلا در مورد منفی ها صحبت نکنیم. جهان به خلأ حساسیت داره. میبینید وقتی ما در مورد مثلا منفی ها صحبت نکنیم، این خلأ و جهان با مثبت ها پر میکنه. وقتی ما منفی ها رو از زندگیمون خارج کنیم، مثبت ها وارد زندگیمون میشه. پس در اولین قسمت حتما سعی کنید نباید ها رو دقت کنید. نباید ها از باید ها بسیار 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 مهمتره. نباید ها رو تو زندگیتون اهمیت بهش بدین، اونا رو بنویسید که در مورد چه چیزایی نباید صحبت کنید. کنترل ذهن یعنی همین، یعنی اینکه ما آگاهانه در مورد اون چه که دوست داریم صحبت کنیم. بله الان مثلا خواهرت مریضه، میخوای نباید در موردش صحبت کنی. فامیلت مریضه، زنگ زدی در مورد سلامتیش صحبت. خدا رو شکر سالمیه، خدا رو شکر دستت سلامته. یعنی اصلا اجازه نده اون شخص با تو در مورد بیماری‌هاش صحبت کنه. آقا چشمش سلامته، بگو خدا رو شکر کن که چشات سالمه. در مورد سلامتی ما صحبت کنیم که سلامتی بیشتر وارد زندگیمون بشه. چون قانون چی میگه؟ قانون میگه ما در مورد هر چیزی فکر کنیم، در مورد هر چیزی احساسات ارسال کنیم، در مورد هر چیزی توجه کنیم، اون چیز وارد زندگیمون میشه، اون چیز هدایت میشه تو زندگیمون. پس مراقبت کنیم. کنترل ذهن یعنی یک سری نبایدها و بایدها. از خداوند خواهم از آسمون براتون ثروت و نعمت بباره. خدا نگهدار.